السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، انشاءالله که امروز با یاری پروردگار میخواهم برای شما عزیزان طرز آماده کردن خمیر ساندویچ را نشان بدهم. شما بیننده برنامه های ما باشید، نوارهای ما را به یاران و دوستان روان کنین. حال شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم گفته در اینجا 200 میلی لیتر شیر داریم. شیر را اول در ظرف میگیریم، بعدا 50 میلی لیتر آب است. آب را همراه کرده 10 گرم نمک را همراه میکنیم، 15 گرم شکر را همراه کرده 10 گرم دراج را هم همراه میکنیم. حال اینها را آمیخته میکنیم. خب این را میگذاریم که 1 دقیقه دم بخورد. خب بعد از 1 دقیقه که دم خورد، ما اینجا 1 دانه تخم داریم. تخم را هم همراه میکنیم. باز این را آمیخته کرده حالا تخم هم آمیخته که شد، در اینجا ما بینندگان گرامی 500 گرم آرد داریم. آرد را شما کوشش کنید که بینندگان گرامی اعلا کنید، بهتر است میشه. آرد را هم همش را میریزیم در این ظرفی که داریم. 500 گرم است. حال خمیر کردن را شروع میکنیم. حال بینندگان گرامی، ما در اینجا 40 گرم مسکن داریم. مسکن اون کاملا تمپراتور باشه بگیم. این همیرا چیکار میکنیم؟ ولی همراه همین خمیرمون میخیلیم. مسکن اون ملایم باشه. بعد که این ما خمیر کردیم بینندگان گرامی، کوشش اینه که 10 تا 15 دقیقه را خمیرمون سم میکنیم. یعنی خمیر میخیلیم. نه ببینید تا خمیرمون خوب برسه. بینندگان گرامی ببینید که خمیر ما نرم شده است. حالی را میگذاریم 15 دقیقه دم میخوره. براش ایوان سلفن میکشیم. در همین ظرفی که است در همین باشه. بعد از 15 دقیقه خمیر را باز میکنیم. 15 دقیقه گذشته از بینندگان گرامی. این اول خمیرمون باز میکنیم. سلفن بلوش هم گرفته. اینجا ما ترازو داریم بینندگان گرامی. خمیرمون اول که میگیریم در بالای ترازو میگذاریم. میبینیم که چند گرم میاد.
خب 878 گرم برآمده است. این خمیر ما که است 12 دانه ساندویچ می شود. 73 گرمی. خب این حال این ترتیب قطعی این را 73 گرم می کشیم. بینندگان گرامی، خمیر ما 12 دانه زغالچه گرفتیم. هر زغالچه که می بینین 73 گرم برآمده است. حالی را میگذاریم که 15 دقیقه به این ترتیبی که شده است دم بگیره. اول یکان چیز در بالاش شان میپوشانیم. بینندگان گرامی، خمیر ما 15 دقیقه دم خورده است. حال میگیریم خمیر ما به شکل ساندویچی را درست میکنیم. شکل ساندویچ چی رقم است؟ ببینید شما درست کردن شکل ساندویچ هم. خب این خمیر رو این طرف شما میگردونیم. زغاله را این طرف شما گردوندیم. خب نمیخیل تنگ میکنیم میره. یک طرف شما میگیریم. این هم ترتیب قطعی. باز اینه. اینا باز امیخیل. خب این هم شکل قطعی. ما ایران همه شکل قطعی میگردونیم. بینندگان عزیز، دیدین که زغاله همون به شکل ساندویچ درست کردیم. حال یک در بالاش باز میگذاریم. مدتی 20 دقیقه همین دم میخوره. بعد از او انشاءالله که میبریم در دخوفه میگذاریم. اینا رو 20 دقیقه گذشت. حال میبریم در دخوفه میگذاریم در حرارت 230 تا 240 درجه را پخته میشود. باز میبینیم در چند دقیقه که پخته شد برای شما گرد میزنم. بینندگان عزیز، ساندویچ هایی که در داخل دخوفه گذاشته بودیم در مدت 13 دقیقه پخته شدن. اینها را از دخوفه من میگیریم. خب بستگی با دخوفه هر یک شما می داشته باشید بینندگان گرامی. در حرارت 240 درجه پخته کردیم اینا را. بینندگان عزیز، شما دیده بودین که از اول نوار تا آخر ما نشان دادیم طرز آماده ساختن ساندویچ را. حال ساندویچ های ما پخته شده است. ببینید 12 دانه شد. من یکی از اینها را میبرم برای شما نشان میدهم چون فعلا گرم هستند. اینا ببینید. بسم الله. اینا داخلی همین ساندویچ کاواک است، ملایم است. شما میتونید که در داخل کلبسه بگذارین یا که یکان سالاد میگذارین یا که مثلا یکان ساسیسکا میگذارین. همین ساندویچ است. آبونه شدن فراموش نکنین. نوارای ما را به یاران و دوستاتان روان کنین. الله یار و مددگارتان باشد. تا نوارهای بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.